مسیری که ساختنش بیش از 2 دهه طول کشید، میلیاردها تومان خرجش شد، جون آدم‌ها براش به خطر افتاد و تو دل بلندترین کوههای البرز تونل زد تا به یه افسانه واقعی تبدیل بشه. اسمش آزادراه تهران شماله، ولی پشت این اسم ساده یه پروژه پنهان شده که هر قسمتش یه فیلم سینماییه. داستانی که توش مهندسا با زلزله جنگیدن، کارگرها وسط بهمن زنده موندن و جاده‌ای ساخته شد که حتی کشورهای اروپایی هم ازش تعجب کردن. اینجا فقط یه مسیر آسفالت نیست، اینجا تونلی داریم که جزو بلندترین تونل‌های جهانه. سیستم تهویه‌اش هوش مصنوعی داره. دوربین‌هاش با چشم غیر مسلح دیده نمیشن و به خاطر ارتفاع زیاد قطعات بعضی از پل‌هاش رو با بالگر رسوندن و نصب کردن. ولی یه سوال مهم، چرا این پروژه چندین بار متوقف شد؟ چرا بعضیا نمیخواستن این آزادراه ساخته بشه؟ و پشت پرده این تأخیرهای عجیب چه چیزایی بود که مردم نمیدونستن؟ تو این ویدیو قراره با هم بریم پشت پرده ساخت یکی از خاص‌ترین آزادراه‌های خاورمیانه. اگه فکر میکنی این فقط یه مسیر کوتاهه که تهران رو به شمال وصل میکنه، پس تا آخر این ویدیو با من باش، چون وقتی بدونی تو دل این کوه‌ها چه اتفاقاتی افتاده، دیگه هیچ وقت با همون چشم به این جاده نگاه نمی‌کنی. ولی بذار برگردیم عقب‌تر، خیلی عقب‌تر. اون روزایی که رفتن به شمال خودش یه سفر ماجراجویانه بود. جاده چالوس، اون جاده‌ای که با هر پیچش انگار داری یه خاطره رو مرور می‌کنی. جاده‌ای که ساختنش از سال 1312 شروع شد، با بیل و کلنگ و دینامیت، بدون هیچ دستگاه پیشرفته‌ای. جاده‌ای که اونقدر خاطره تو دلش داشت که انگار زنده بود. ولی اون خاطره ها با ترافیک های 10 ساعته، تصادف های مرگبار و نفسگیر و خستگی های شدید دیگه برامون رنگ باخته بودن. اینجا بود که یه رویا شکل گرفت، یه فکر دیوونه‌وار، ساختن جاده‌ای که مستقیم از تهران بزنه به دل البرز و توی کمتر از 2 ساعت ما رو به طبیعت سبز شمال برسونه. این فکر برای خیلیا یه جوک بود. مگه میشه؟ مگه داریم؟ باید 10 تونل ساخته میشد، صدها پل معلق، کوههای عظیم بریده میشدن، از گسلهای زلزله‌خیز رد میشدیم و میلیاردها میلیارد هزینه میکردیم، اونم تو کشوری که پروژه های معمولیش 10 سال طول میکشه. ولی شدنی بود. سال 1375 پروژه آزادراه تهران شمال کلنگ خورد. درست وقتی که هنوز خیلی از روستاهای ایران برق و گاز نداشتن، مهندسان ایرانی دست به کاری زدن که خیلی‌ها بهش میخندیدن. آزادراه تهران شمال قرار بود یکی از سخت‌ترین، گرونترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های عمرانی کل خاورمیانه بشه و همینم شد. اما بذار یه چیزی رو بهتون بگم. این آزادراه فقط یه جاده نیست. این یه